آنهایی که یعنی رستگاران، مؤمنینی که در فوز و فلاح و رستگاری قرار گرفتن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آنهایی که در نماز خود خاشع هستند، خشوع، تواضع، فروتنی قلبی دارند، تواضع قلبی دارند، خشیت الهی را در دل پیدا کردن، تواضع ظاهری و باطنی دارند. از جمله آداب نماز اینه که تلاش بکن که در جای نماز وساوس شیطانی برای تو دست ندهد، وسوسه نشوید، و حضور پروردگار عالم ثابت قدم. وقتی که میگی الله اکبر، این دست ها وقتی که بلند میشه، معنا اینه که غیر از الله سبحانه و تعالی همه مسائل و مشاکل زندگی همه را پشت سر انداختی. الله اکبر، فقط الله بزرگ است. الله اکبر. هیچ کس دیگه این لیاقت را نداره که من مقابلش استاده بشم و سر به سجده بگذارم. الله اکبر. از جمله آداب نماز اینه که عظمت و جایگاه این رکن اساسی اسلام را انسان بدانه و بفهمه و درک بکنه. و نماز وقتی که با آدابش خوانده شد، نمازی میشه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که به این عبادت فرائضش، واجباتش، سنتهایش، آدابش، همه دستورات الله و رسول الله را اجرا کنیم. الله چنان نمازی بگردان نماز ما را، عبادت ما را، که در روز قیامت این نماز سبب نجات ما، سبب فوز و فلاح و رستگاری ما بشه. تا برنامه بعد شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.